سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش باشین. به کانال آشپزی آدم و حوا خوش اومدین. میخواستم در ابتدا خیلی تشکر کنم از دوستان عزیزی که کامنت میذارن، لایک میکنن و نظراتشون رو میگن. خیلی ممنونم ازشون. اگه تا امروز کانال منو سابسکرایب نکردین حتما امروز این کار رو انجام بدین. امروز طرز تهیه یه خورش کدویی که خدا بیامرز مامانم همیشه درست میکرد و دوستای منم عاشق این خورش بودن براتون آماده کردم. امیدوارم که ازش لذت ببریم. خب در ابتدا من مواد لازم برای تهیه این خورشت خوشمزه رو خدمتون میگم. حدود 2 بسته جعفری، 1 بسته نعنا لازم داریم برای این خورشت خوشمزه، 8 عدد کدو. الان چون فصل قوره هست، چون مادر منم خدا بیامرز قوره میریختش توی این خورش بیشتر موقع ها، گفتم قوره بریزیم برای طعمدار کردنش. قوره تهیه کردم. حدود 500 گرم گوشت اینجا احتیاج داریم که باید گوشت رو پاک کنم و بعد خدمتون بگم چه جوری درستش کنین. و 1 عدد پیاز. اینا موادیه که برای خورشتمون لازم داریم و یه مقدار روغن که برای سرخ کردن پیاز و سبزیمون میخوایم. خب در ابتدا من چون سبزی ها رو آماده کردم، پاک کردم، شستم، دستامم میشورم. الان شروع میکنم به خورد کردن سبزی. خب دستامون رو شستیم، حالا شروع میکنیم به خورد کردن سبزیامون. ابتدا سبزی رو خورد میکنیم چون که اینو باید بذاریم تفت بخوره. بعد کدوهامون رو آماده میکنیم. حالا خدمتون میگم چرا زودتر، چون که سبزی باید با گوشتمون اول در ابتدا پخته بشه. خب سبزی ها رو خورد میکنم، میذارم برای سرخ شدن. و اینجا نمک و فلفل سیاه و زردچوبه هم لازم داریم که به مقدار لازم باید استفاده بشه. اینجا 2 تا بسته جعفری، 1 بسته نعنا کافیه که نعناش زیاد نشه که خورشتمون رو تلخ کنه. امروز بالاخره لباس آشپزی هم رسید دیگه، تونستم ازش استفاده کنم. چند وقت بود سفارش داده بودم، نمیرسید به دستم. این غذا رو به پیشنهاد یکی از دوستام که میومد خونه ما، مامانم که این غذا رو درست میکرد واقعا خیلی دوست داشت این غذا رو. و من از اون غذاها که مامانت درست میکرد درست کن، خیلی خوشمزه بود. گفتم چشم، دستورش رو بذار ما هم یاد بگیریم. و تصمیم گرفتم که این غذا رو براتون تهیه کنم. حتی کسایی که کدو زیاد دوست ندارن بکنم خیلی خوششون بیاد از این غذا. خب سبزیامو تا این حد که خورد شد دیگه تقریبا کافیه. میریزم داخل مایتابه بره برای تفت خوردن. بعد سری بعدی رو خورد میکنیم، میریزیم روش. خب در اینجا این مقدار سبزی رو که خورد کردیم میذاریم یواش یواش آبشو بکشه، میریم سراغ سری بعدی. همینجور که میبینید نعنا جعفری رو خیلی سریعتر میشه خورد کرد تا قرمه سبزی، چون قرمه سبزی تره داره و گفتم خدمتتون اگه تره نباشه پیاز چه داخلش بریزیم یه حالت لیزی پیدا میکنه، دیرتر میتونیم، یعنی خیلی سخت‌تر خورد میشه. ولی نعنا جعفری خیلی سریعتر آماده میشه.
خب بقیه سبزیامون هم خورد شد، میریزیم داخل مایتابه. کلا سبزی خورد کردن اون بیشتر از 5 دقیقه طول نمیکشه. خب همونجوری که میبینین دوستان عزیز، نعنا جعفری معمولا خیلی سریعتر از سبزی قرمه سبزی آبش هم از دست میده و خیلی سریعتر هم سرخ میشه. بعد از اینکه کاملا آبش رو از دست داد میتونیم روغن رو بهش اضافه کنیم، زیرش رو کم کنیم که برای خودش یواش یواش تفت بخوره. بعد بریم سراغ گوشتمون. خب در اینجا وقتی که سبزیمون آبش رو کاملا کشید، روغن رو بهش اضافه میکنیم، زیرش رو کم میکنیم بره برای تفت خوردن. خب عزیزان، حالا میریم سراغ پیازمون. برای این خورشتمون یه دونه پیاز کافیه. اینو به صورت نگینی باید خوردش کنیم. پیازمون رو میریزیم داخل مایتابه. من چون تختم یه ذره کوچولو بود نس دارم خورد میکنم. بعدی قسمت بعدیش هم خورد میکنیم. خب پیازامون آماده شد، حالا میره برای تفت خوردن تا بریم سراغ گوشتمون. تا پیازمون تفت بخوره چربیای گوشتمون هم میگیریم، خوردشون میکنیم. برای اینجور خورشتا مثل خورشت قرمه سبزی باید گوشتا تیکه هاش تقریبا درشت باشه، زیاد ریزش ندید. این غذا این مقداری که بهتون گفتم حدوداً برای 4 نفر کافیه. یعنی 8 دونه کدو، 2 تا بسته جعفری، یه بسته نعنا و این قورر هم که حالا خدمتتون پاک میکنم نشون میدم چقدرش رو استفاده میکنم. بریم گوشتمون رو بشوریم. خب در اینجا گوشتامون هم بشوریم. من چون یه مقدار گوشتم بیشتر بود از روش برداشتم، همون 500 گرم برای 4 نفر کافیه. خب عزیزانی که میخوان از نعنای خشک استفاده کنن توی این نعنا جعفری، یادشون باشه که نعنا رو آخر بریزن داخلش، چون نعنا خشک میسوزه زود. ولی این نعنا چون تازه است مشکلی نداره با جعفری تفت بخوره. خب همونجور که میبینین عزیزان دیگه سبزیمون کاملا سرخ شده، میذاریمش کنار. خب در اینجا پیازمون تقریبا تفت خورده، زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. یه مقدار فلفل سیاه. معمولا تو خورشتا سعی کنین نمک و اون طعم دهنده ترشش رو آخر اضافه کنین که گوشتتون سریعتر پخته بشه، چون اگه از اول بزنین یه مقدار گوشتتون دیرپز میشه. خب حالا گوشتمون رو اضافه میکنیم. خب اینجا کاملا بذارین
گوشتتون تفت بخوره که اون خونابش گرفته بشه. خب اینجا دیگه گوشت ما کاملا تفت خورد. سبزی رو بهش اضافه کنیم. حدود 2 لیوان آب جوش کافیه. من میریزم داخل مایتابه که تمام سبزی مایتابه هم تمیز بشه. خب میریزیم داخلش آب جوشتون رو. خب در اینجا دیگه آب ریختیم داخل خورشتمون. درشو میذاریم با حرارت ملایم به مدت 2 ساعت پخته بشه. خب دوستان عزیز، تا گوشتمون با سبزیمون پخته بشه میریم سراغ کدوهامون. چون پوست کدو خیلی نازکه من ترجیح میدم که اینو به این شکل بخراشم. با چاقوی بزرگم نمیشه، خیلی سخته. چاقوی کوچیک بردارین به صورت مایع اینو بخراشین، پوست روش کاملا کنده میشه. بسیارم راحته. یکی یکی کدوهامون رو به این شکل آماده میکنیم. چاقو رو یه مقدار مایل بگیرین، همین که بکشین پوستش میره به این شکل. عزیزان سعی کنین وقتی که دارین آشپزی میکنین همون لحظه که ظرفی کثیف میشه بلافاصله بشورین بذارین کنار. چون وقتی که اینا جمع میشه واقعا روی هم تلمبار میشه و واقعا خیلی سخته. ولی همون لحظه که بشورین بذارین کنار کارتون خیلی راحت تر میشه. وای که اگه این خورشت رو بخورین عاشقش میشین. خیلی خورشت خوشمزه ایه. خب عزیزان کدوهامون رو آماده کردیم. یه آب بهش میزنیم، با یه دستمال تمیز خشکش میکنیم و میره برای سرخ شدن. خب اینجا کدوهامون رو شستیم، خشکشون میکنیم که بره برای سرخ شدن. حالا عزیزان میتونین هم این کدوها رو وسط نصف کنین هم درسته بندازین. حالا من ترجیح میدم درسته بندازم. خب اینجا مایتابه‌مون رو گذاشتیم داغ بشه. روغن خیلی کم میریزیم، زیاد کدو نیاز به روغن نداره، همین مقدار کافیه که تفت بخوره. مثل بادمجون نیست که روغن رو بکشه به خودش. میذاریم که اینا همه طرفش سرخ بشه با حرارت ملایم.
فقط باید هر چند وقت یه بار بیام بهش سر بزنیم و برشون گردیم. خب دوستان، همونجور که میبینیم رسیدیم به قورمون. سعی کنیم واقعا توی این فصل قوره یا لیموی تازه حتما از این مواد تازه‌شو استفاده کنیم، چون هم خوشمزه تر میکنه غذاتون رو، طعم بهتری میده و همین که سلامت تره. قوره ها رو به این شکل جدا میکنیم از شاخه، میریزیم داخل یه ظرف. حالا مقدار قوره بستگی به این داره که شما تا چه حد ترش دوست دارین خورش. میتونین قوره رو هم به همین شکل آماده کنین، فصلش بشورین، بسته بندی کنین، داخل فریزر نگه دارین، هر موقع که لازم داشتین ازش استفاده کنین. خب همونطور که میبینید قوره هامون آماده شد. میگم هر مقدار که دوست دارید. من معمولا دوست دارم نصف اینو بریزم داخل خورشه. میشوریمشون، میذاریم کنار، بعد موقع یعنی وقت ریختنش رو خدمتتون اعلام میکنم که چه وقت. خب اینجا یه سری هم به کدوامون میزنیم به این شکل که بشه خوبه. بعد همه طرفش سرخ بشه. خب اینجا هم دیگه خورشتمون در حال پختنه، درشو میذاریم یواش یواش آماده بشه. همه طرف کدوامون باید به این شکل سرخ بشه. خب عزیزان، میریم برنجمون رو آماده کنیم، چون برای 4 نفره حالا بستگی به خودتون داره. من اینجا 2 پیمانه و نیم برنج ریختم برای 4 نفر، حالا بعضی بیشتر بعضی کمتر. سیب زمینی هم برای ته دیگمون میخوایم. میریم که برنجمون هم آماده کنیم. خب دوستان عزیز، الان حدود 1 ساعت و نیم تا 2 ساعته که کاملا گوشتمون پخته دیگه. خورشتمون تقریبا داره آماده میشه. کدوها کاملا سرخ شده. میندازیم داخل خورشتمون که در اینجا هم یه 20 دقیقه تا نیم ساعت کدوهامون بپزه. به به چه روغنی هم انداخته. در اینجا نمکش رو بهش اضافه میکنیم و قورمون. حدود نیم ساعت بجوشه دیگه خورشتمون آماده میشه. زیادم همش نزنین که کدو له نشه، خرد نشه و بذارین آروم بپزه. برنجمونم اینجا آماده کردم، چون تو سریای قبل خدمتتون گفته بودم برنج آماده کردم با ته‌دیگ سیب زمینی. الان رفته برای دمم که تا خورشتمون آماده شه برنجمونم آماده میشه. خب تقریبا نیم ساعت دیگه غذامون آماده میشه. میرم که میزو آماده کنم برای سرو غذامون. خب دوستان عزیز، همونجور که ملاحظه میکنین غذامون آماده سروه.
ولی قبل از اینکه غذا رو مزه کنم میخواستم یه مطلبی رو باهاتون در میون بذارم. اینجا یه سری از دوستان من هستن که واقعا فارسی بلد نیستن، از من خواهش کردن که من به انگلیسی یعنی هم به فارسی هم به انگلیسی توضیح بدم. البته در قسمت دیسکریپشن من این کار رو انجام دادم، هم به فارسی توضیح دادم هم به انگلیسی، ولی میگن اگر به انگلیسی صحبت هم بکنی خیلی بهتره که در حین دیدن ویدیو بتونن کار رو انجام بدن. این برای من خیلی مهمه. نظر شما حتما در کامنت به من اعلام کنیم، خوشحال میشم. لایک فراموش نشه. اگر تا الان سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین و ممنون میشم که اگر با دوستانتون این ویدیو رو به اشتراک بذارین. خب میریم حالا سراغ تست کردن غذامون. چه روغنی هم انداخته، روغن که دیگه قوقا میکنه. به به، واقعا لذیذ شد. منو یاد مادر خدا بیامرزم انداخت. امیدوارم که همه مادرها سلامت باشن همیشه و همه مادرانی که اسیر خاکن خدا رحمتشون کنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. نوش جانتون. تا دیدار بعدی. خدا نگهدار.